Zulaykho Bonu, راست است که شما شاگردی منیژه دولتوه هستید؟ بله راست. یعنی شما شاگردی منیژه دولت هستید؟ دوران منیژه Bonu. خوبن نغزن همینجا بودن. Zulaykho, شما در خانه چگونه اید؟ یعنی از عهده کارهای خانه برآمده میتوانید؟ البته میتوانم چون که پیش از صنعتکار شدنم اولین دخترچه اوچم هستم. اما از عهده همه کارهای اوچم میبرم. در تنور نان پخته میتوانید؟ البته. Zulaykho, ما نقض میدونیم که شما از عهده تقلیدکاری به خوبی میبروید. میخواستیم که این هنرتون رو به ما نیز نشون میدادید. خواهش ما یگان هنرمند انتخاب کنیم ممکن از عهدهش البته شاید میبرویم. شما یگان سروج منیژه دولت رو میسرایید. نه خوبترش گلبانو خوبترش میبود. بانوی نازنین ما سفرگل یوسفه رو تقلید میکردن. اگر اپای سفرگل در اینجا نمیشیدن میتونستم حاضر نمیتونم. نه شما رو حسی ترس فرا گرفته است. من در خورده بسیار منیژه دولت رو تقلید میکردم. میتوانم که از عهده سرودای این کس برایم و یک نفر دیگر هم هستن اگر اجازت باشد دلارم قربانوه. مرحمت. ما درونی خانه ای تو ماهی یگانه میشه. تشکر. تشکر زیاد. تشکر زیاد. زنده باشی. Sadriddin, چی باعث شد که شما رو مردم اعتراف کردند؟ یعنی سیری موفقیت خود را شما در چی میبینید؟ اول از شکرانه پروردگار میکنیم که به ما نصیب گردان که ما امروز هنرمند باشیم و در خدمت مردم عزیز باشیم. فکر میکنم هر یک هنرمند توی پای در پای زحمتایی که شبانه روز میکشی باشه اون یک چی میگن یک جواب خوب بهت میدهد یک ثمر خوب بهت میدهد. شده است حالتی که چون این سوال رو بیشتر به هنرمندان میدهند با نفرانی که مشهور هستند همین سوال رو میدهند که مثلا شده است حالتی که از همین کسب از همین انتخاباتون ناراضی شده باشید پشیمان شده باشید. ما میخواستیم همین رو از صدریدین پرسان شویم چون امروزها شما رو نه فقط در تاجیکستان بلکه در خارج مملکت میشناسند و این البته فخر ما فخر دولت ما نیز میباشد. راستی فکر میکنم هر یک هنرمند نه تنها هنرمند در هر یک ساحه‌ای که است آدم‌ها که فعالیت میکنند میشود لحظه های و ساعت هایی که از کار خود راضی نیستی یا که از کار انتخاب کرده خود پشیمان هستی لیکن این لحظه ها زود سپری شدن در حیات من و من همیشه هنر را دوست می داشتم از خردسالی و امروز آهنگ های من مقبول هموطنان عزیز است و شکرانه میکنیم که در فضای تنج و آرام زندگی میکنیم و همیشه در خدمتشون هستیم و هیچگاه پشیمان نیستیم. پیش از سرایندگی شما با کدام کارها مشغول بودید؟ راستیگه با 13 سالگی دیگه در صحنه ها هستم در توی معرکه ها اشتراک میکردم و لیکن غیر از صنعت کاری باز با سپورت مشغول هستم با ورزش مشغول هستم بیشتر با همکارا جمع میشیم فوتبال بازی میکنیم و خیلی هم وقتای خالگی خود را با ورزش میگذاریم. همکاری هایتان با هنرمندان خارجی چگونه است؟ راستی طی سالهای اخیر بسیار همکاری ها با هنرمندان خارج از کشور داشتم و با این چنین با کارگردانای خارج از کشور همکاری زیاد داشتم و یک سال قبل با توابی آرش خواننده افغانی دو صدایی خواندیم و سالهای گذشته با اشکان خواننده ایرانی خوانده بودم. باز یک چند تا آهنگ‌های دو صدایی هست با هنرمندان خارجی و در آینده نزدیک مثل که شما امروز برای ما سورپرایز کردید منم برای شما سورپرایز میمونم و انشالله آینده نزدیک حتما یک آهنگی دو صدایی با یک خواننده زنی از خارج از کشور میشه. گوشنا رو گفتیان که یک جمع یک چند گفته است که دو نون. خب دیگران از گفتن لطیفه دست میکشن و توفه رو همه راضی هست بود و استاد سپارید. تشکر. توفه رو باید حاضر کنید.
زولخو و شما مخوض شد. دوستان عزیز توفه رو به خدمتتون اسراری تقدیم کرده بودیم ولی این صاحب اصلی آن زولایخو بود. همه صنعتکارای ما با من اینطور صحبت میکنن رنگی کودک با یک نام دیگر هم دارم نیمیک با نوازش مرا نیمیک میگفتن باور نمیکردم